دارها أيا دارها. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. باب استر مورد يزكي يكسي وزو نجرا من الشك حتى يستيقن تاينك متيقن نشد باش بيكي وزو ما نقص شدا. بمجرد الشك سر انسان وزو لازم نمي کرده تاکي انسان خوب متيقن نشد باشا. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه. عباد بن تميم اسكاكاي خد روايت کرده وقفتك أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. برسول الله صلى الله عليه وسلم مشكل قفت شد شكى مشكل قفت شد مشكل قفت شد برسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه. در موردي ونمي شخصك يخيل إليه در خيالش ميقرده أنه يجد الشيء في الصلاة كي ودا نماز چیز را احساس میکنه اتو احساس میکنه که وضوی ما نقص شده بعد از خارج شده این قسم احساس میکنه. فقال لا ينفتل رسول الله گفت که نماز خود قطع نکنه لا ينفتل او قال لا ينصرف راوی شک ده که لا ينفتل گفت لا ينصرف گفت هر دوی شک معنی میته. فقال لا ينفتل او لا ينصرف گفت که نماز خود قطع نکنه حتى يسمع صوتا او يجد ريحا تا اینکه بشنو آواز را او يجد ريحا یا اینکه احساس بدبویی را بکنه. اینجا هدف تنها دو چیز نیست، یعنی هدف است تا که خوب متيقن نشده باشه که یکی از اسباب تيقن است که انسان صوت بشنوه، یکی از اسباب تيقن است که انسان بدبویی را احساس بکنه. یعنی تنها با شک و وسوسه ها مسلمان عمل نکنه تا که خوب متيقن نشوه. از این حدیث علماء قاعده کلی را استنباط میکنه که اليقين لا يزول بالشك. یقین با شک زائل نمیشه. زمانی که انسان متيقن باشه که ما وضو گرفتیم و انسان شک میکنه که شاید وضوی ما شکسته باشه بینما شک وضویش نقض نمیشه. زمانی که انسان لباسهای خود پاک کرده باشه و انسان شک میکنه که امکان داره که لباسهای ما نجس شده باشه بینما شک لباسش نجس نمیشه. اصل در اشیاء طهارت است. اینمی لباس فرش پاک است، یک جای انسان نماز میخونه یک جای پاک است فرش پاک است، تنها به وسوسه ها و به شکوک که شاید اینمی فرش نجس شده باشه به انسان عمل نکنه تا که خوب متيقن نشده باشه. اليقين لا يزول بالشك. و یکی از اسباب یقین اینمی است که علامه های نقض وضو انسان ببینه که صدا را بشنوه یا که انسان بدبویی را احساس کنه یا که انسان خوب بفهمه که از انسان چیزی خارج شد. در اون صورت انسان که متيقن شه و باز نماز خود قطع کنه. همچنان اگر کسی وضوی خود نقض کرده باشه وضو را شکستنده باشه باز انسان شک داشته باشه که امکان داره که ما وضو گرفته باشیم بینمی شک اینم انسان با وضو حساب نمیشه. انسان باید که وضو را بگیره متيقن کنه خود بعد وضو باید نماز خود بخونه. باب التخفيف في الوضوء. باب استر مورد تخفیف در وضو، یعنی وضو را سبک گرفتن، یعنی اندامها را کم شستن زیاد آب استفاده نکردن یا مثلا یک مرتبه اندامها را شستن ایرم تخفیف در وضو گفته میشه. در این باب امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر میکنه، حدیث عبدالله بن عباس ذکر میکنه که از او معلوم میشه که در وضو تخفیف کردن یعنی بدون اسباغ وضو را گرفتن در این کدام مشکل نیست. آدم میتونه که با وضوی خفیف نماز خود بخونه، مثل که رسول الله صلی الله علیه و وضو را خفیف گرفته بود با وضو نماز شب خوانده بود. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روایت کرده که نبی صلی الله علیه وسلم نام خواب شد. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما از یک طرف خوب بچی کاکای رسول الله بود و از طرف دیگه خاله عبد الله بن عباس که میمونه رضی الله عنها بود، خانم رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. و عبد الله بن عباس از این خاطر که اعمال شب رسول الله را مراقبت بکنه ببینه که
رسول الله چگونه عمل میکنه شب، از او خاطر در خانه خاله خود شب تیر کرده بود. ان النبی صلی الله علیه وسلم نام، که نبی صلی الله علیه وسلم خواب کرد حتی نفخ، تا این که صدای نفس رسول الله شنیده شد. ثم صلى، باز رسول الله نماز خواند. و ربما قال، و یه قسم گفته که اضطجع رسول الله صلی الله علیه وسلم بعوض عبدالله بن عباس بعوض نام استجاع گفته، با پالوی خود خواب کرد حتی نفخ، تا این که صدای نفس از او شنیده شد. ثم قام، باز استاده شد، فصلى نماز خواند. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة. علي بن عبد الله میگه که بعضی حدیث سفیان بن عبد الله، سفیان با ما چندین مرتبه بیان کرده. عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة، که عبدالله بن عباس گفته که ما شب تیر کردم در پیش خاله خود که میمونه رضی الله عنها بود. لیلة، یک شب، میمونه رضی الله عنها خالهش بود و خانم رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. فقام النبي صلی الله علیه وسلم من الليل، پس خیست نبی صلی الله علیه وسلم در قسمت شب. فلما كان من بعض الليل، زمانی که شد یک قسمت از شب، قام النبي صلی الله علیه وسلم، استاده شد نبی صلی الله علیه وسلم. فتوضأ، وضو گرفت، من شن معلق، از یک مشکی که آویزان بود. وضوءا خفیفا، وضوی خفیف گرفت، یعنی وضوی سبک گرفت که اندامها را کم کم شست. مراد از وضوی خفیف این نیست که آدم قسم وضو بگیره که قسمت از اندامهای انسان خشک بمانه. وضوی خفیف به این معنی که انسان زیاد آب استفاده نکنه، البته مکمل عضو تر شوه. یخففه عمرو و یقلله، سفیان میگه که عمر اینمی وضو را به طریقه خفیف عملا انجام میداد و یقلله، و قلیل انجامش میداد، کم انجامش میداد، این آب کم استفاده میکرد. و قام یصلی، و استاده شد که نماز میخواند رسول الله صلی الله علیه و فتوضأت نحوا مما توضأ، پس ما وضو گرفتم به مثل وضویی که رسول الله گرفت. ثم جئت فقمت عن يساره، باز ما آمدم پس استاده شدم از طرف چپ رسول الله صلی الله علیه و وربما قال سفيان عن شماله، یا بعوض يساره گفت شماله، شمال و يسار یک معنی میته، یا گفت که عن يساره یا گفت که عن شماله. عبدالله بن عباس گفت که ما طرف چپ رسول الله استاده شدم. فحولني، پس ما را دور داد. فجعلني عن يمينه، پس ما را گردانید به طرف راست خود، از طرف چپ خود ما را به طرف راست خود آورد. ثم صلى ما شاء الله، باز نماز خواند رسول الله صلی الله علیه و آنچه که الله خواسته بود. ثم استجع، باز به پالوی خود دراز کشید. فنام، خواب شد، حتی نفخ، تا این که صدای نفسی از او شنیده میشد. ثم اتاه المنادی، باز آمد پیش از او آواز کننده بلال رضی الله عنه پیش آمد. فآذنه بالصلاة، پس رسول الله را با نماز خبر داد که وقت نماز است. فقام معه الى الصلاة، پس استاده شد به امرای، فقام معه الى الصلاة، استاده شد به امرای از به نماز. فصلى، نماز خواند. ولم يتوضأ، و به امرای بلال استاده شد به نماز رفت و نماز خواند. ولم يتوضأ، وضو نگرفت. قلنا لعمر، سفیان میگه که ما به عمر گفتیم ان ناسا یقولون، که بس برخی از مردم میگن ان رسول الله صلی الله علیه وسلم تنام عینه، که از رسول الله صلی الله علیه وسلم چشمش خواب میشه، ولا ینام قلبه، و قلبش خواب نمیشه. قال عمر گفت که بله، سمعت عبید بن عمیر، ما از عبید بن عمیر شنیدم یقول که میگفت رؤیا الانبیاء وحی، خواب انبیاء وحی است. ثم قرأ انی ارى فی المنام انی اذبحک، بعضی نمی آیت کریمه را خواند که الله می فرماید درباره ابراهیم علیه السلام، که ابراهیم علیه السلام پسر خود گفته بود که یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، ای پسرک ما تو را در خواب میبینم که تو را ذبح میکنم. اینمی خواب اصلا وحی الهی بود. این از این معلوم میشه که خواب انبیاء علیهم السلام وحی الهی است، از این خاطر ناقض وضو نیست. و از این حدیث ثابت میشه که مسئله که امام بخاری از این حدیث ثابت میکنه، مسئله تخفیف در وضو، که رسول الله صلی الله علیه و سلم وضو را به طریقه خفیف گرفته بود، یعنی آب کم استفاده کرده بود. اگر کسی در وضو اسباغ نکنه، وضو را به طور کامل نگیره، وضو را سبک بگیره، به وضو میتونه که انسان نماز بخونه.
و دیگه از این حدیث ثابت میشه که خود خواب ناقض وضو نیست. خواب به خاطر ناقض وضو که خواب مظنه خروج حدث است، یعنی زیاد احتمال میره که انسان از اون چیزی هوا خارج شود. از این خاطر خواب ناقض وضو است. در ذات خودش خواب ناقض وضو نیست. به خاطر که در حدیث دیگه میاد رسول الله میفرماید که ان العینین وکاء السه فاذا نامت العینان استطلق الوکاء. چشما این تسمه چیز است، حلقه دوبر است، یعنی به انسان مستحکم می باشه. وقتی که خواب انسان بیدار می باشه، زمانی که انسان خواب میشه اینمی تسمه از بین میره، دیگه انسان اختیارش نمی باشه، جان خدا نمی فهمه، امکان بیشتر از این می باشه که انسان از او هوا خارج شود. از این خاطر وقتی که خواب مظنه حدث است، مظنه حدث یعنی زیاد احتمال است که انسان بی‌وضو شده باشه. از این خاطر شارع خود خواب را ناقض گفته که در حدیث صفوان بن عسال میآید ولكن من غائط و بول و نوم. لیکن انسان از قضای حاجت خورد و کلان و از خواب جرابهای خود نکشه، به جرابهای خود مسح بکنه. لیکن وقتی که انسان جنوب میشه باز جرابهای خود بکشه و انسان غسل بکنه. این از او حدیث معلوم میشه که خود خواب ناقض وضو گفته و خود خواب به خاطر ناقض وضو هست که مظنه حدث است. مثل که سفر مظنه مشقت است. در سفر زیاد احتمال است که انسان به مشقت و به سختی ها مواجه میشه. در حدیث آمده که وقتی که یکی از شما سفر میکنه و حاجت خود پوره میکنه، ان سفر قطعه من عذاب الله يمنع احدكم طعامه و شرابه و نومه. سفر خودش یک قسمت از عذاب الله است، یک پاره توته عذاب الله است. یکی از شما را از خوابش، از غذایش و از راحتش و از چیزهای نوشیدنی منع میکنه. فاذا فرغ احدكم من نهمته فليعجل الى اهله. زمانی که یکی از شما حاجت خود پوره میکنه زود به اهل خود برگرده. ولی هر سفر خو مشقت دو نمی باشه، لیکن غالبا در سفر مشقت می باشه. از این خاطر شارع خود سفر را مبیح قصر گفته که وقتی که انسان سفر میکنه ولو که سفر بسیار راحت هم باشه، انسان میتونه که قصر بکنه، انسان میتونه که روزه خود افطار بکنه، انسان میتونه که به موزهای خود تاثیر روز مسح بکنه. با همین شکل خواب خودش ناقض وضو نیست، لیکن خواب چون دو احتمال بیشتر هست که از انسان هوا خارج شوه، انسان نمیفهمه. از این خاطر الله و رسول خود خواب ناقض وضو گفته. لیکن کدام خواب؟ اونم خوابی که مستغرق باشه. خواب دو قسم است. یکی خوابی که مستغرق است که شعور انسان و احساس انسان شعور نمی داشته باشه، هیچ نمیفهمه. این قسم خواب ناقض وضو می باشه. در حالتی که انسان باشه، اگر انسان ششته باشه، اگر انسان در حالت قاعده باشه، اگر انسان در حالت رکوع باشه، در حالت سجده باشه، در حالتی که باشه این قسم خواب که احساس و شعور از بین میبره، وضو را نقض میکنه. و خوابی که مستغرق نباشه، شعور انسان از بین نمیبره که ما و شما پینکی میگیم ورا، این قسم خواب ناقض وضو نیست. و خواب پیغمبرها چون در حدیث آمده که پیشترم ذکر شد که ان الناس يقولون ان رسول الله صلی الله علیه و سلم تنام عینه ولا ينام قلبه. مردم میگه که رسول الله چشمش خواب میشه و قلبش خواب نمیشه، به خاطر که در خواب به وحی میشه. اگر قلبش خواب شوه بس چیزی که از طرف الله به وحی میشه او را درک نمیکنه، به خاطر که او را درک کنه قلبش خواب نمیشه. از این خاطر خواب پیغمبر ناقض وضو نیست. و دیگه از این حدیث معلوم میشه که اگر دو نفر باشه جماعت میکنه، امام طرف چپ استاد شوه، مقتدی به طرف راست استاد شوه، به خاطر که عبدالله بن عباس میگه فقمت عن يساره، ما طرف چپ رسول الله استاده شدم، فحولني فجعلني عن يمينه، پس مرا دور داد، مرا طرف راست خود آورد. و دیگه از حدیث ثابت میشه که اگر انسان در نماز حرکت میکنه، اطور حرکتی که به خاطر مصلحت نماز باشه، اطور حرکت نماز انسان فاسد نمیکنه، بلکه دیگه قسم حرکت در نماز مطلوب است که انسان باید او را بکنه. مثلا اگر کسی به امرای
امام استاده باشه و کسی دیگه میاد او باید پشت سر امام استاد شوه. اینمی نفری که در پهلوی امام استاد است او باید به عقب بره. این حرکت است در نماز، لیکن به خاطر مصلحت نماز است. در حدیث مسلم است که جابر روایت میکنه که ما به همراه نبی صلی الله علیه و سلم نماز میخواندم، ما طرف چپ از او استاده شد، طرف چپش استاد شدم، ما را طرف چپ راست خود آورد. باز جبار ابن صخر آمد و جبار ابن صخر طرف چپ رسول الله استاده شد. باز هر دوی ما را اشاره کرد به دست خود، ما را به پشت سر خود برد اشاره کرد. پس این قسم حرکتی که به خاطر مصلحت نماز باشه نماز فاسد نمیکنه. باب اسباغ الوضوء، باب است در مورد تکمیل کردن وضو. در باب قبلی ذکر کرد که اگر انسان وضو را به طور کامل نگیره و انسان وضو سبک بگیره میتونه که به اونمی وضو نماز خود بخونه. در باب مسئله اسباغ وضو را ذکر میکنه که انسان وضو را به طور کامل بگیره. اسباغ الوضو در حدیث آمده که یکی از جمله اعمالی هست که سبب کفاره گناههای انسان میگرده و سبب رفع درجات انسان میگرده. در حدیث آمده که پیغمبر اسلام به صحابه گفت الا ادلکم علی یمحو الله به الخطایا و یرفع به الدرجات، ای به شما راهنمایی نکنیم با آنچه که الله عز وجل گناههای شما را محو میکنه، درجات شما را بلند میکنه. کثرة الخطا الى المساجد، زیاد قدم ماندن به طرف مسجد، و انتظار الصلاه بعد الصلاه، بعد از نماز انتظار کشیدن نماز دیگه، و اسباغ الوضوء على المکاره، و وضو را به طور کامل گرفتن على المکاره در وقت سختی ها. اسباغ اکمال، وضو را به طور کامل گرفتن. الله می فرماید و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه. اسبغ معنا اکمل علیکم، الله نعمت های خود به شما پورا کرده، ظاهرة و باطنه، نعمت های ظاهری و باطنی. و عرب میگه درع سابغ، و نمی زری که مکمل جان انسان میگیره. وضوء سابغ، وضوئی که به طور کامل باشه. وقال ابن عمر، عبدالله ابن عمر گفته اسباغ الوضوء الانقاء، اسباغ وضوء عبارت است از انقاء. انقاء معنی خود پاک کردن. این تفسیر باللازم میگه، یک چیز به لازمش تفسیر کردن. وقتی که انسان وضو را به طور کامل میگیره به همراه اسباغ وضو لازم است که انسان خود پاک میکنه، بدن انسان پاک میشه. پس این تفسیر به لازم میگه که عبدالله ابن عمر اسباغ وضو را به یک چیز لازمه از تفسیرش کرده. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول قريب که غلام آزاد شده عبد الله بن عباس بود، از اسامه بن زید روایت کرده انه سمعه که ما از عبد الله بن عباس شنیدیم یقول که میگفت دفع رسول الله صلی الله علیه و سلم، بازگشت رسول الله صلی الله علیه و سلم من عرفه از عرفه و مزدلفه پس میآمد، حتی اذا كان بالشعب، تا وقتی که رسول الله رسید بالشعب، شعب الممر بین الجبلین، و نمیراهی که بین دو کوه باشه و شعب میگه عربی. نزل رسول الله پایین شد از مرکب خود، فبال، وضوی خود شکستاند، ثم توضأ، باز وضو گرفت، ولم يسبغ الوضوء، و رسول الله وضو را به طور کامل نگرفت، یعنی وضو را خفیف گرفت، مثل که پیشتر در حدیث عبدالله بن عباس ذکر شد. فقلت، پس ما گفتم، اسامه بن زید میگه، اسامه بن زید زمانی که رسول الله از عرفه به مزدلفه می آمد، اسامه به امر رسول الله صلی الله علیه و سلم بالا با یک مرکب سوار بود. زمانی که رسول الله وضو گرفت، فقلت، ما گفتم، الصلاة یا رسول الله، نماز بخوان یا رسول الله. این به خاطر ازی گفت که بعضی وقت یک انسانی که بزرگ باشه متوجه نمی باشه، یک انسانی که خرد باشه او را متوجه میکنه، و رسول الله صحابه را گفته بود که انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني، ما به مثل شما وری بشر هستیم، قسمی که شما فراموش میکنین من فراموش میکنم، فاذا نسيت فذكروني، زمانی که ما فراموش میکنم شما باید ما بیارین. اینجا عبدالله اسامه بن زید رسول الله را باید شاورد که وقت نماز است یا رسول الله. فقال، رسول الله فرمود، الصلاة امامك، نماز پیش تو هست، نماز آل نمیخوانیم، نماز در مزدلفه میخوانیم. این سنت است که وقتی که حجاج از عرفه به مزدلفه میره،
نماز شام و خفتن باید که در عرفه بخوانن، در مزدلفه بخوانن. هر وقتی که در مزدلفه میرسن، اگر در وقت شام میرسن جمع تقدیم بکنه، اگر در وقت خفتن میرسن جمع تاخیر بکنه. البته این در صورتی که در وقت خفتن میرسن. اگر در وقت خفتن رسیدن نمیتونه، وقت خفتن تا نصف شب است. باز در هر جایی که وقت نماز سرش آمد دموجه باید که نماز خدا بخونه، نماز خدا قضا نکنه. از این خاطر رسول الله گفت که الصلاة امامک، نماز در پیش رویت است. فرکب، باز سوار شد. فلما جاء المزدلفه، زمانی که رسول الله به مزدلفه آمد، نزل از مرکب خود پایین شد. فتوضا، وضو گرفت. فاسبغ الوضوء، وضو را به طور کامل گرفت. این میجا محل استشهاد است که فاسبغ الوضوء، وضو را به طور کامل گرفت. ثم اقیمت الصلاه، باز به خاطر نماز اقامت گفته شد، نماز استاده شد. فصلى المغرب، رسول الله نماز شام خواند. ثم اناخ كل انسان بعیره، باز خوابان هر انسان بعیره شطور خود فی منزله در جایش. ثم اقیمت العشاء، باز نماز خفتن استاده شد. فصلى، نماز خواند، خفتن خواند. ولم يصلي بینهما، و در بین شام و خفتن دیگه نماز رسول الله نخواند. از این حدیث که معلوم میشه که حجاج باید که وقتی که از عرفه به مزدلفه میاین، نماز شام و خفتن باید که در مزدلفه بخوانن و جمع بخوانن. و در صورت جمع یک اذان و دو اقامت گفته شود. به خاطر هر دو نماز یک اذان گفته شود و به خاطر هر نماز مستقل اقامت گفته شود. و از این معلوم میشه که در بین ولم یصلی بینهما، و رسول الله در بین دو نماز دیگه نماز نخوانده بود. در بین وقتی که انسان دو نماز جمع میکنه، اگر حتی کسی در حضر هم نماز شام با خفتن جمع میکنه، در حضر خود طبعا انسان سنت میخونه، اما سنت بعد از جمع باید بخونه. بعد از اینکه نماز خفتن خواند، اول سنت شام بخونه، بعد سنت خفتن بخونه. به خاطر که رسول الله ولم یصلی بینهما، در بین نماز شام و خفتن دیگه نماز نخواند. و دیگه از این حدیث معلوم میشه که وقتی که انسان دو نماز جمع میکنه، اگر در بین دو نماز کمی وقفه میآید، این کدام مشکل نداره. به خاطر که اینجا نماز شام که خوانده، ثم اناخ كل انسان بعیره، باز هر انسان شطور خود خوابان در جایش، شطور خود خوابان، لیکن اونمی سامانهایی که بالای شطور بود او را پایین نکرده بود. باز وقتی که نماز خفتن خوانده شد، بعد از او اونمی رحلی که بالای شطور بود او را پایین کردن. و دیگه از این حدیث معلوم میشه که انسان میتونه که تنها وضو بگیره و نماز نخوانه. مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در شعب وضو گرفت، در اوجه نماز نخواند. یعنی از این معلوم میشه که تحیت الوضو واجب نیست، این حتمی نیست که انسان هر وقتی که وضو میگیره خامخا باید نماز بخونه. بهتر است که انسان وقتی که وضو میگیره نماز بخونه. در حدیث آمده که کسی که وضو میگیره باز دو رکعت نماز میخونه، غفر له ما تقدم من ذنبه، الله تعالی تمام گناههای گذشتهش برش مغفرت میکنه. اما حتمی نیست که انسان خامخا بعد از هر وضو نماز بخونه. انسان میتونه که نماز وضو بگیره و از این معلوم میشه که وضو خودش یک عمل مستقل است. ما که شما را گفته بودیم حدیث انما الاعمال بالنیات که احناف میگن که وضو عمل مستقل، عمل مقصود نیست، خودش مقصود نیست، بلکه وسیله به خاطر عمل دیگه هست. از این خاطر به خاطر صحت وضو نیت شرط نیست، به خاطر که عمل است که خودش مقصود نیست. از این حدیث معلوم میشه که وضو خودش مقصود است، به خاطر که رسول الله وضو گرفته بود و به وضو نماز نخوانده بود. وضو خودش یک عملی هست که الله در برابر وضو به انسان اجر میده. یکی از علامه های شناخت مؤمن است، لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، به وضو محافظت نمیکنه مگر کسی که مؤمن باشه. باب غسل الوجه بالیدین من غرفه واحده، باب است در بیان شستن روی بالیدین به هر دو دست، من غرفه واحده، از یک لب. هدف از ترجمه الباب امام بخاری ثابت میکنه وقتی که انسان روی خود میشویه، اندام های وضو که انسان میشویه، انسان باید که مکمل عضو را بشویه، هیچ قسمتی از عضو باید خوش نمانه و یک دفعه باشه، دو دفعه باشه، به هر اندازه که انسان میتونه، خو باید
مکمل عضو شسته شوه. اگر قسمتی از عضو خشک بمانه وضو انسان نمیشه. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه. عطاء بن يسار رحمه الله كتابعيس از عبد الله بن عباس رواية كرد أنه توضأ كعبد الله بن عباس وضو گرفت فغسل وجهه وعبد الله بن عباس روی خود شست. چه قسم شست؟ أخذ غرفة من ماء گرفت عبد الله بن عباس یک لب از آب را با دست خود یک لب آب گرفت یک جرعه یک جرعه از آب را گرفت فتمضمض بها واستنشق پس مزمزه کد به او نمی غرفه ایره غرفه میگم واستنشق و استنشاق کد. مزمزه ادخال الماء في الفم ومجه مجا داخل کردن آب در دهن و مجه مجا و در داخل دهن آب شور دادن و را پس کشیدن. واستنشق استنشاق کد. استنشاق جذب الماء الى اعلى الخياشيم کش کردن آب به قسمت بالای خیشوم. ایک استنصار پس خارج کردن آب میگه. واستنشق استنشاق کد بینمی یک لب یک جرعه از آب گرفت هم مزمزه کد و هم استنشاق کد. ثم اخذ غرفة من ماء باز گرفت یک جرعه از آب را فجعل بها هكذا پس او را این قسم گردانید یعنی به دست راست خود گرفت دست چپ خود به همراهش اضافه کد لب جور کد. اضافها الى يده الاخرى یعنی دست راست خود به دست دیگه خود اضافه کد وصل کد هر دو دست خود یک جا کد لب جور کد. فغسل بها وجهه پس شست به او لب روی خدا به خاطر که با یک دست روی شستن نمیشه از این خاطر به هر دو دست روی خدا شست. ثم اخذ غرفة من ماء باز گرفت یک جرعه از آب را فغسل بها يده اليمنى پس شست به او دست راست خدا. ثم اخذ غرفة من ماء باز گرفت یک جرعه آب دیگر فغسل بها يده اليسرى پس شست به توسط از او دست چپ خدا. ثم مسح برأسه باز مسکت به سر خود. مسح برأسه باب خاطر الصاق است یعنی مکمل سر خود مسح کد. ثم اخذ غرفة من ماء باز گرفت یک جرعه از آب را فرش على رجله اليمنى پس او را انداخت به دست پای چپ خود راست خود حتی غسلها تا اینکه او را شست. ثم اخذ غرفة اخرى باز گرفت یک جرعه از آب را دیگر فغسل بها پس شست به او یعنی رجله اليسرى پای چپ خود. ثم قال باز گفت هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ با همی قسم ما دیدم نبی صلی الله علیه وسلم را که وضو می گرفت. یک مرتبه عبدالله بن عباس گفت که رسول الله صلی الله علیه وسلم اندامهای خود شسته. از رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا 4 قسم شستن اندامها ثابت است. یک مرتبه هم ثابت است و دو مرتبه هم ثابت است. سه مرتبه هم ثابت است و مخالفت در بین عدد هم ثابت است که بعضی اندامها را زیاد شسته باشه و بعضی را کم شسته باشه. اما 3 مرتبه زیاد نشسته و گفت کسی که 3 مرتبه زیاد میشوه فمن زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم کسی که عزیز عادت میکنه گناهگار میشه و تعدی و ظلم میکنه. باب التسمیه على كل حال وعند الوقاع باب است در بیان بسم الله گفتن به هر حالت و عند الوقاع و در وقت هم بستری کردن. امام بخاری رحمت الله علیه این باب به خاطر عظیم مانده که وقتی که انسان وضو میگیره پیش از وضو گرفتن انسان باید که بسم الله را بخونه چون حدیثی که درباره تسمیه عند الوضوء آمده کلش ضعیف است. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله نیست وضوء از کسی که نام الله را یاد نکنه. این حدیث از چند طرق نقل شده و تمام طرقش ضعیف است به شرایط امام بخاری برابر نبود از این خاطر او حدیث ناورده. حدیثی که در مورد جماع آمده که دیگه رسول الله صلی الله علیه و گفته که کسی که با امرای فامیل خودم بستری میکنه بسم الله بگویه اگر در بینشان الله تعالی اولاد برشان فیصله کرده باشه شیطان به اونها ضرر رسانده نمیتونه. این از دقایق فهم بخاری است که امام بخاری از این ثابت میکنه که حتی در وقت وضو باید بسم الله گفته شود به خاطر که وقتی که
در هنگام همبستری و جمع کردن که حالتی می باشه که انسان تسمیه را بس وقت فراموش میکنه، رسول الله امت خود با بسم الله گفتن ترغیب میکنه. پس در وقت وضو که عبادت است انسان باید به طریق اولا تسمیه را بخونه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال. عبد الله بن عباس امی چیزی را که میگه به نبی صلی الله علیه و سلم نسبتش میکنه که او فرموده لو ان احدكم اذا اتى اهله، اگر یکی از شما هنگامی که میایه به فامیل خود به همراهش هم بستری میکنه قال بگویه بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بسم الله بنام الله تعالی اللهم جنبنا الشيطان، ای الله تعالی دور داشته باش ما را از شیطان، و جنب الشيطان و دور داشته باش شیطان ما رزقتنا، از او اولادی که به ما نصیب میکنی. فقضی بینهما ولد، پس فیصله شو از طرف الله تعالی در بین اونها اولاد که الله برشان اولاد بتا، لم یضره شیطان به اونها ضرر رساندن نمیتونه. از مس شیطان با امان میشه کسی که در وقت هم بستری اینمی کلمات میخونه. و مناسبت باب به همراه مناسبت اینمی حدیث و باب به همراه اینمی کتاب در ایجاز که وقتی که در هنگام هم بستری کردن رسول الله امت خود بسم الله گفتن ترغیب میکنه. در وقت وضو گرفتن به طریق اولا باید که بسم الله گفته شود. اما پیشتر ما گفتم که تسمیه عند الوضو دی اختلاف است که آیا واجب است یا مستحب است. حنابلة ایرا واجب گفته که واجب است، به خاطر که حدیث است که لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله، نیست وضو از کسی که نام الله را یاد نمیکنه. جمهور ایرا مستحب میدانه، به خاطر که احادیثی که در این مورد آمده از چند طرق نقل شده تمام طرقش ضعیف است. و ایرا علما گفته که وقتی که یک حدیث از طرق ضعیف نقل میشه به حسن لغیره میرسه، حد اقل استحباب افاده میکنه. اگر اونمی حدیث از طریق صحیح نقل شود وجوب افاده کنه، اگر از طرق ضعیف نقل شود و طرقش متعدد باشه و به خاطر کثرت طرق و به خاطر تعدد طرق اونمی حدیث به درجه حسن لغیره برسه، حد اقل استحباب افاده میکنه. یعنی مستحب است پیش از وضو گرفتن بسم الله گفتن مستحب است. باب ما یقول عند الخلاء، باب است در بیان آنچه که میگه انسان وقتی که به خاطر قضای حاجت میره. حدثنا آدم مسائل قضای حاجت به خاطر ذکر میکنه، به خاطر که انسان که وضو میگیره قبل از وضو انسان وضوی خود نقض میکنه و آداب از این خاطر آداب قضای حاجت دی کتاب ذکر میکنه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس بن مالك می فرماید که كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، نبی صلی الله علیه وسلم عادتش ای بود وقتی که داخل میشد به بیت الخلاء. خلاء اصلا المكان الخالی، اونمی جایی که خالی باشه، چون وقتی که انسان به قضای حاجت میره جای خالی را انسان تفقد میکنه. از این خاطر در هر جایی که قضای حاجت میشه او جا را خلا گفته میشه. اذا دخل الخلاء، هنگامی که داخل میشد به خلا، یعنی وقتی که اراده داخل شدن خلا را میکرد. اینجا فعل به معنای اراده فعل است، مثل که الله میفرماید فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. یعنی فاذا اردت قراءة القرآن، زمانی که اراده قراءت قرآن کریم میکنی فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بنام الله تعالی پناه طلب کو از شیطان رنده شده، اعوذ بالله بگو. علی اعوذ بالله خب بعد از قرائت خواندن میشه، قبل از قرائت خواندن میشه. اینجا هم اذا دخل الخلاء معنا اذا اراد دخول الخلاء، مثل که در بعض روایت ها خود امام بخاری ذکر میکنه که وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز اذا اراد ان يدخل الخلاء، زمانی که رسول الله اراده میکرد که بعد تشناب داخل شود، به خاطر که وقتی که انسان به تشناب داخل میشه بعد از داخل شدن تشناب انسان نباید که نام الله را دو جهت کنه، به خاطر که نام الله حرمت داره، به خاطر حفظ حرمت نام الله تعالی در تشناب نام الله یاد نشوه. از همین خاطر در حدیث آمده انس بن مالک روایت میکنه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که با تشناب داخل میشد وضع خاتمه، انگشتری خود میماند. ما پیشتر گفته بودیم
که انگشتری رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 سطر داشت: محمد رسول الله. چون دو نام الله بود، به خاطر حرمت نام الله تعالی انگشتری خود میماند. پس اینجا دخل به معنای اراده داخل شدن. قال میگفت: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ای الله تعالی یقینا ما پناه میگیرم به تو من الخبث والخبائث، از ذکور شیطان ها و از اناث شیطان ها. خبث جمع خبیث است به معنای ذکران الشیاطین. خبائث جمع خبیثتون است به معنای اناث الشیاطین. به خاطر که شیطان ها مذکر و مؤنث می داشته باشه. د ملائک مذکر و مؤنث نیست. د انسان ها و د جنات مذکر و مؤنث داره. از این خاطر خبث و خبائث می گفت من الخبث والخبائث. یا بعض روایت ها من الخبث والخبائث با سکون باز. یا الله تعالی ما پناه میگیرم به تو من الخبث از پلیتیها والخبائث و از نفوس خبیثه. بعض نفوس خبیثه شامل ذکور شیطان ها میشه و شامل اناث شیطان ها میشه. و همچنان در بعض روایت ها بسم الله آمده. در طبرانی و در ابن ابی شیبه آمده که رسول الله وقتی که به تشناب داخل میشد میگفت که بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. و در حدیث آمده که ستر ما بین عورات بنی آدم ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن أن يقول أحدهم بسم الله. لذلك حديثك إن هذه الحشوش محتضرة، إن ميت شنابها دايج شيطانها حاضر ميشا بخاطرك إنسان الشر الشيطان بأمن باشا. إن مي كلمات إنسان بخونه وهم شنن بسم الله ربخونه بخاطرك بسم الله در بين چشمای شيطانها و در بين عورات إنسانها پرده واقع میشه. عورت انسان ها را از اونها پت میکنه. از این خاطر بسم الله بامرش اضافه شود. وقال تابعه ابن عرعرة عن شعبة. إنما حديث ابن عرعرة الشعبة نقل كرده. وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، بعوض إذا دخل الخلاء، إذا أتى الخلاء قفته. وقال موسى عن حماد إذا دخل، بعوض إذا دخل الخلاء. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل الخلاء، بعوض إذا دخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء ذكر كرده. باب وضع الماء عند الخلاء. باب استر بیان ماندن آب در تشناب. بخاطر که وقتی که انسان رفع حاجت خود میکنه انسان با آب استنجا میکنه، ازاله نجاست میکنه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمودا که نبی صلی الله علیه و سلم داخل شد به تشناب. فوضعت له وضوءا، پس ماندم ما به نبی صلی الله علیه و سلم وضوءا آب وضو را. ما پیشتر گفتم که یکی وضو هست یکی وضو هست. وضو عملی وضو گرفتن میگه و وضو اونمی آبی که به توسط ازو انسان وضو میگیره. فوضعت له وضوءا، پس ما ماندم به رسول الله صلی الله علیه و سلم آب وضو را. قال گفت من وضع هذا، إلى كيمان دا؟ فأخبر، بس رسول الله خبر دا شد كي عبد الله بن عباس كارا كرده. فقال قفت اللهم فقهه في الدين. أي الله تعالى بو فقاهات بيت در دين. أي الله تعالى فهم دين نسيبش بو. إنما دعاء ركض. إعادة رسول الله بود وقت كي كسب أمراج إحسان ميكد، هميشه در مقابل إحسان ميكد. وقفت كي من صنع إليكم معروفا فكافئوه. كسي كي بشما نیکی میکنه احسان میکنه شما مکافاتش بکنین بدله نیکیشه بتن. فإن لم تكافئوه یا فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. اگر شما چیزی را پیدا نمیکنین که مکافات و بدله احسان ازو را بتن فادعوا له، شما در حق ازو دعا بکنین حتى تروا أنكم قد كافأتموه، تا این که شما ببینن که شما مکافاتش ادا کردین. حد یقل جزاک الله خیره، الله جزای خیر بتبته. دای خاتم دای جام رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل نمی احسانی که عبدالله بن عباس کرده بود رسول الله در حقش دعا کرد گفت که اللهم فقهه فی الدین. و امام بخاری با حدیث بخاطر عزیز ذکر کرده که در وقتی که انسان رفع حاجات خود میکنه
این خوب است که انسان با خود آب داشته باشه به خاطر که ازاله نجاست بکنه و همچنان وضو بگیره. باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول. باب است در مورد ازی که لا تستقبل القبلة، استقبال نمیشه به قبله. به قبله انسان باید روی خود نکنه. بغائط در وقت رفق حاجت بزرگ او بول یا در وقت بول کردن، الا عند البناء، مگر در صورتی که در جایی که آبادی باشه، جدار او نحوه، یا دیوال باشه یا به مثل دیوال کدام چیز دیگه باشه. این در صورتی که در بین خودت و در بین کعبه حائل باشه، در اون صورت اگر انسان استقبال به کعبه میکنه در وقت قضای حاجت، دیگه کدام مشکل نیست. این اجتهاد امام بخاری رحمت الله علیه است. پس این موضوع را ذکر میکنیم و از حدیث عبدالله بن عمر الى استدلال میکنه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموده إذا أتى أحدكم الغائط، هنقام كما يكي الشماء بخاطر قضاء حاجت، فلا يستقبل القبلة، پس روی خود به طرف قبله نگردانه، ولا يولها ظهره، و پشت خودم به طرف قبله نگردانه. شرقوا او غربوا، شما به طرف شرق یا به طرف غرب روی خود بگردانید. این خطاب به اهل مدینه هست یا کسایی که در سمت اهل مدینه هستند، کسایی که قبلهشان طرف شمال یا طرف جنوب است. به اونا حکم است که شرقوا او غربوا، شما روی خود در وقت قضای حاجت طرف شرق یا طرف غرب بگردانید. با کسایی که قبلهشان طرف غرب یا طرف شرق است، به اونا حکم است که شما طرف شمال یا طرف جنوب روی خود بگردانید. این خطاب تنها به اهل مدینه است. و از این حدیث ثابت میشه که استقبال به قبله در وقت قضای حاجت این حرام است. و امام بخاری رحمت الله علیه در این مسئله اقوال علما زیاد است، ان شاء الله پس سر از بحث میکنیم. خو امام بخاری رحمت الله علیه نظرش است که اینمی حکم مخصوص در صحرا است، در صورتی که در بین انسان و در بین کعبه حائل وجود نداشته باشه باز استقبال حرام است، و در صورتی که در بین انسان و در بین کعبه حائل وجود داشته باشه یا دیوال باشه یا کدام چیز دیگه باشه، در اون صورت استقبال حرام نیست. به خاطر با حدیث عبدالله بن عمر استدلال میکنه که پسان ذکر میشه. أيا دارها حييت دارا ومن